سیسمونی کاربردی پارت 4. پرکاربردترین لباس برای نوزاد بادیه. از این بادی حتما چند تا تهیه کنین. هم برای نگه داشتن پوشک خوبه و هم نمیذاره که کلیه‌های نوزاد سرما بخوره و تو همه فصلا کاربردیه. تهیه وان شستشو ضروریه، اما تشک و توری داخلش غیر ضروریه. سطل زباله پوشک یکی از لوازم پرکاربرد بود واسه من، چون که هر روز باید جداگونه دور ریخته بشه. تشک بازی یکی از لوازم پرکاربرده، چون که از همون روزای اول نوزاد رو به شکم داخلش قرار میدین تا ماهیچه‌های گردنش تقویت بشن و پشت سرش صاف نشه. حتما از این پستونک‌های یه تیکه تهیه کنین که آب داخلش کپک نزنه. من شیشه شیرای نوکو پیشنهاد میدم، چون هم آنتیکولیکن، هم میزان شیری که ازشون میاد متعادله. به جای تهیه پتو که خطر خفگی داره، از این کیسه خوابای امن تهیه کنی که هم زمستونه داره هم تابستونه. اگه قصد دارین شیر خشک به نوزادتون بدین، این دستگاه‌های شیر خشک ساز کارتون رو راحت میکنه. اگر خواستی شیردوش تهیه کنین، حتما از این شیردوش برقیایی که داخل لباس قرار میگیرن تهیه کنین که خستتون نکنه. ولی من توصیه میکنم قبل از اینکه نوزادتون به دنیا بیاد تهیه نکنین، شاید اصلا لازمتون نشه. و اگه تو آلمان دارین زندگی میکنین، میتونین 2 ماه از داروخونه قرض بگیرین.